واقعا ورزش عامل متحد کننده، همراهی و تشکر بخشیدن طرز حیاتی سالم است و یک دستاورد بزرگ ورزشی هنگام پرافشان نمودن پرچم ملی امکان دارد تا در ضمیر هزارها نسل نورست احساس خویشتن‌شناسی و وطن دوستی را بالا برد. البته ملت تاجیک از دستاوردهای شایان ورزشگران وطنی در بازی‌های تابستانی المپیک پاریژ 2024 که پس از 8 سال خاموشی عملی گشت واقف هستند و این دستاوردها تمام مردم تاجیک را به هم آورد. همین است که با رویای بلند تاجیکانه و احساس گرمی و تندرستی امروز تمام مردم تاجیک در نزد فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه با استقبال ورزشگران وطنی حاضر هستند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه ورزشگران موفق را یاردمچی президент جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، رهبریت کمیته جوانان و ورزش، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون جودوی تاجیکستان و دیگر مسئولان ساحه ورزشی مملکت پرشکوه استقبال گرفتند. تاجیکستان این دارد، تنتنه دارد. البته همه این تنتنه و همه اینها در دایره سیاست موفقانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد که البته با شکرگزاری از فضای صلح و آرامی، ثبات سیاسی، استقلالیت کاملی و وحدت ملی است که امروز البته ورزشگران ما امروز در عرصه بین‌المللی پرچم تاجیکستان را پرافشان کرده ایستادند. البته ما امید داریم که در دیگر سمت هم پرچم تاجیکستان پیوسته پرافشان می‌گردد و در ورزش تاجیک امروز البته یک تحولات نو روی دست آورده شد که اطمینان کامل داریم که جوانان ما تمام نیرو و قدرت خود را سفربر نموده برای معرفی نمودن تاجیکستان باز هم سعی و تلاش می‌ورزند. باید تذکر داد که بازی‌های 33 تابستانی المپیک 2024 از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریژ فرانسه برگزار گردیدند. دسته المپیک جمهوری تاجیکستان در بازی‌های المپیک پاریژ 2024 3 مدال برنجی گرفت. 2 مدال را در رشته جودو سامان محمدبکов در وزن تا 81 کیلو و تیمور رحیمов در وزن جمعی 100 کیلو به دست آورده. مدال سوم را مشتزن تاجیک دولت болтаев در وزن تا 92 کیلو صاحب گردید. در طولای ورزشی مشق میکنم. جودو در ناحیه رودکی من میخوام رنگ امیر رحیمov تیمور سامان محمدبکov مدال‌های طلا بگیرم. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در نزد هزاران نفر مخلصان که با نداهای آفرین آفرین ورزشگران را پیشواز گرفتند، دیگر مسئولان باری دیگر پرچمبرداران را با مدال‌های به دست آورده تبریک و مبارکباد نمودند. ورزشگران برای مهیا کردن شرایط مساعد جهت آماده‌شوی به بازی‌های 33 تابستانی المپیک 2024 که در شهر پاریژ فرانسه برگزار گردید اظهار منتداری نموده در نزد حاضرین وعده دادند که منبعد برای بلند برداشتن آبروی و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تمام قوه و مهارت را صرف نمایند. من 7 سال میشم مشق میکنم. من میخوام رنگ دولت boltaev چمپیون شم. همه وقت پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. لشکر کامون علی من اونور خیلی 7 سال مشق میکنم. من دمانی که باوری دارم که من چمپیون میکنم. همینطور ورزشگران با مهمانان و اشتراکداران مراسم استقبال به قصر ملت برای ملاقات با президент جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی راهسپار شدند. Когда ты проигрываешь, ты должен винить только себя. Вот так получилось сегодня. Те ребята, которые завоевали медали, они были лучше. Я думаю, что нужно сделать анализы и еще лучше, еще больше тренироваться. 14 август در قصر ملت президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت президент کمیته ملی المپیک کشور محترم امام علی رحمان جایزه‌داران بازی‌های 33 تابستانی المپیک پاریژ 2024 را که با مدال‌های برنجی به وطن برگشتند با نشان قدرشناسی به حضور پذیرفتند. در مراسم سپردن مکافات‌های دولتی و تحفه‌ها به دارندگان جایزه‌های المپیک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی نیز
حضور داشتند. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان زیرین ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان با مکافات دولتی جمهوری تاجیکستان و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی بولتاєв دولت رستمویچ، عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به بوکس، رحیمов تیمور بختیارویچ، عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین جودو، محمدبеков سامان مویونشویویچ، عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین جودو و محمدزایر اسماعیل، پرزیدنت فدراسیای جودوی تاجیکستان با اردن شرف درجه 2 سرفراز گردانده شدند. با 3 نفر جایزه‌داران بازی‌های المپی بولتاєв دولت، محمدبеков سامان و رحیمов تیمور کلید خانه‌ها تقدیم گردید که در این خصوص قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به تصویب رسیده است. امروز در مراسم سپردن مکافات‌های دولتی هر یک جایزه‌دار بازی‌های المپی پاریژ صاحب مکافات دولتی اردن شرف درجه 2 200,000 سامانی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خانه استقامتی و ماشین معاصری برقی گردید. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستاورد آنها را در بازی‌های تابستانه المپی پاریژ 2024 به ورزشکاران و به مردم کشور تبریک و تهنیت گفتند. پیشوای ملت تاکید داشتند که نشانداد آنها در تاریخ ساحه ورزش تاجیک دستاوردی بزرگ میباشد و این نتیجه تلاش‌ها و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپی، فدراسی‌های ورزشی و زحمت صادقانه خود پهلوانان است که از یک چاره‌بینی بزرگ جهانی با نتیجه‌های ارزنده به وطن برگشتند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که در بین 206 دولت دنیا سزاوار مدال گردیدن و پرچم دولتی را بالا برداشتن این شرفی بزرگ عامل مهم معرفی دولت و ملت، بلند برداشتن آبرو و نفوذ کشور در عرصه جهانی و هوسمندگردانی نورسان و جوانان تاجیک به ورزش و طرز حیاتی سالم می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند تا همه مربیان ورزشی که سهم نمایان گذاشتند نیز به طور شایسته قدردانی کرده شوند. یادآور می‌شویم که از 26 ایول تا 11 آگوست سال 2024 در پایتخت فرانسه شهر پاریژ بازی‌های 33 تابستانه المپی برگزار شد. با برنامه بازی‌ها 32 نمود ورزش وارد گردیده 10,500 ورزشکار از 206 دولت دنیا در آن اشتراک کردند. تاجیکستان با 3 مدال برنجی میان 206 دولت اشتراکدار مقام 79 را کسب کرد. سامان محمدبеков، تیمور رحیمов از گشتین جودو و دولت بولتاєв از بوکس صاحب مدال‌های برنجی بازی‌های تابستانه المپی پاریژ شدند. هیئت المپی تاجیکستان از 14 ورزشکار عبارت بود. همچنین 2 ورزشکار دیگر کشور نتیجه‌های بلند نشان دادند. ویکتور راسادین در گشتین طرز آزاد جای 5 و امامعلی نورعلی در جودو جای 7 را کسب کردند. همین طور شماره مدال‌های المپی تاجیکستان در زمان استقلال دولتی کشور به 7 عدد رسید: 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی. در آخر صحبت پیشوای ملت پرزیدنت کمیته ملی المپی کشور محترم امامعلی رحمان بار دیگر پهلوانان جایزه‌داران بازی‌های 33 تابستانه المپی پاریژ 2024 را با دستاورد ارزنده‌شان شادباش گفته با اطمینان ابراز داشتند که جوانان با ننگ و ناموس با صداقت بلند، مسئولیت و مشق و تمرین‌های منتظم در مسابقه‌های دیگر ورزشی با نتیجه‌های از این هم بلند به وطن برمیگردند و شرف تاجیکستان را در عرصه عالم حمایت می‌نمایند. بعد انجام ملاقات و مراسم سپردن مکافات‌های دولتی، جایزه و تحفه‌ها، ورزشکاران با مجمع معماری وحدت ملی و احیای تاجیکستان واقع در میدان دوستی شهر دوشنبه آمدند. ورزشکاران به خاطر ارج گذاشتن به تاریخ خلق و وطن در پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشته رسم خاطره‌ای گرفتند. توفایی که از طرف جناب عالی به شما توفه گردید، چی احساسات دارید؟ با من به حد پسند اومد، به حد با من پسند اومد.